درود دوستان عزیز، بعد تنفس‌های نچندان طولانی و برگشت از زمین‌های برتنگی ما نشر نوبتی برنامه ترانسفر در عمل را پیشنهاد کلی شمایان میکنیم. گپ و چپ و خبر و اثر از عالم ترانسفری زیاد در تابستان درباره آن خواهند بود که تابستان سال 2026 تغییرات بزرگ در صف ابردسته‌ها در نظر است. مثلا من سیتی با بازیگر پرتغالی خود برناردو سیلوا خیر خوش میکند. سیلوا علاقه قرار قطعی رفتن از ورزشگاه اتحاد برآورده و میخواهد چون بازیگر آزاد به تیم دیگری رود. در این باره ژورنالیست معروف ایتالیایی فابریزیو رومانو قلم تیز کرده و همچنین علاوه کرده می شود که برناردو میخواهد که بازیگری بارسا شود. آن گل‌های خاطرمان و پرتافت‌های گلبخش دلپذیر در اجرای هموطنی رونالدو را البته که مخلصان شهریان دیر باز میتوانند که به خاطر آورند، زیرا جدایی با تیم محبوب بعد دوران 9 ساله البته که سختی‌های خود را خواهد داشت. بازیگر 31 ساله از زمین لیسابون که در این مسیر قریب 10 ساله را در سیتی با 6 قهرمانی انگلیا و 5 جام انگلیا سپری کرده و همچنین یکی از قهرمانان اساسی در تریبل دسته گواردیولا زمان پیروزی من سیتی در لیگ چمپیون ها بود، اکنون تقدیر فوتبالی خود را در سرزمین های دور از برف و باران سنجیدنی است. خلاص که بعد رفتن کوین دی بروینه از من سیتی اکنون خیربادی برناردو سیلوا با اهل اتحاد از فرصت‌های دردناکی دیگری خواهد بود که به زودی درمان نمی‌یابد. خیرباد بزرگ دیگری در فوتبال انگلیا با نفری تاریخ ساز در تابستان 2026 در لیورپول صورت می‌گیرد، زیرا از دسته دفاع شونده از جانب پرنده آتشین یا خود فینیکس خود محمد صلاح چون پرنده آزاد بال به سما برداشتنی است. چند پیش معلوم شد که لگند مصری لیورپول نوبت از داشتن مهلت شرطنامه با تیم مرسیسایدی تا سال 2027 علاقه پیش از مهلت چون بازیگر آزاد دسته را ترک می کند. هرچند که انجام موسم قبلی لیورپول با شرطنامه نوین شاهی مصری خیش را در تخت خودی بازداشته توانست، ولی سرگذشت صلاح در زمین لیورپول علاقه به پایان خود نزدیک می شود. ماه صلاح 33 ساله که دارای آماری رنگین عبارت از 435 بازی، 255 گل و 122 پرتافت گلی در صف سرخان است، بالاخره بعد 9 سال گذشته از روما بر عوض 42 میلیون یورو چون نفر محبوب و جاودانی برای خلق لیورپول از فوتبال انگلیسی کنار می رود. صلاح بعد 2 جایزه قهرمانی در پریمیر لیگ انگلیا و 1 جای اول در لیگ چمپیون ها با تیم خیش همچنین زمان سرخپوش بودنش 2 مرتبه دیگر در چمپیونات انگلیا بهترین بازیگر دانسته شد. این خدمت‌های بزرگی صلاح بود که مردم شریف انفیلد او را در برابر جراردو دالگلیش عزیز و معتبر می‌شناسند، ولی اکنون فرصت خیرباد با چنین عزیزان و بزرگان هم فرا می‌رسد. اکنون ما نمی‌دانیم که صلاح در ادامه راه فوتبالی خیش را به سمت دسته مسی در آمریکا انتخاب می‌کند یا پیش رونالدو به زمین عربیان می‌رود یا که برعکس با مدت 1 سال برگشت به روما می‌نماید. ولی مهم آن است که میراثبر فرعون از ساحل‌های زرخیز دریای نیل در زمین لیورپول بس تاریخ فارم و گوارای از خود به میراث گذاشت. بعد یکی از لیورپول سلام می‌رود و من سیتی با سیلوا خیربادی گرمی را خواهد برپا نمود، پس باید نفران نوی را هم به تیم چون جایگزین نفران هم دعوت نمود. یکی از چنین نفران سر طلبگارترین این بازیگر ورزشی رقم اول هم نیم حمایتگر ایتالیایی باشگاه نیوکاسل یونایتد ساندرو تونالی می باشد که از برایش به قول در بازار جنگ است. نفری که منتخبش را فقط به پیش حرکت می‌دهد، یک باره تیم‌های بزرگ چون MU، من سیتی، یوونتوس، آرسنال و چلسی او را خواستار شدند. زاغان از نزد قلعه نیوکاسل هم دیدند که طلبات نسبت تونالی به‌نهایت زیاد است، در او را نزدیک 100 میلیون یورو نرخ کردند. در آمدی گپ خود تونالی هم بعد گزارش به تیم نوین راضی بوده. بعد گرفتن جام لیگ انگلیا در موسم قبلی میخواهد که باز جایزه‌های بزرگتری را صاحب شود.
بازیگر 25 ساله که هنوز تابستان سال 23 بر عوضی بیش از 60 میلیون یورو از میلان و نیوکاسل آمده بود، الکی این موسم آماری 29 گل و 2 ارسال گلی در پریمیر لیگ انگلیس دارد. اگر یادتان باشد یک زمان این بازیگر نیکولا فاجولی را از برای کارهای شرط بندی از فوتبال محروم هم کرده بودند، ولی تنها که استعدادی نادر است و زودی به میدانهای سبز برگشت و به همگان در کاری بودنش را ثابت نمود. تغییرات مربیگی وابسته به فوتبال انگلیسی باشد بیشتر از همه به توتنهام دخل دارد. تیمی که تحت رهبری ایگور تودور خرواتی در 7 از 5 بازی دچار باخت گردید، باز هم بدون مربی ماند. هرچند که خبرها اویدی آن بودند که دسته حتی میتواند بازیگر فعلیش بن دیویس را موقتا مربی ماند الکی دیگر بشوند. این مورد گفته می شود که توتنهام هاتسپور سابق سرمربی الیمپیک مارسل روبرتو دزربی را راضی کنانیده است که روزهای نزدیک به کار شروع کند. مربی ایتالیایی میخواست که سر از تابستان به کار شروع نماید، ولی معاشی بلند و شرطنامه 5 ساله سر او را به قول تاب داده توانست. ایگور تودور باشد در آمدی گپ این مورد هم چون وقت رفتن از یوونتوس در توتنهام از گرفتن جبران پولی ها دست کشید. تیم انگلیسی را باشد از جانبی دیگر خطری رفتن به چمپیونشیپ تهدید میکند. دسته ای که موسم قبلی را با اشغال زینه 17 در پریمیر لیگ انگلیا و پیروزی در لیگ اروپای اویفا جنبست نمود، این مورد هم دچار آن دردی پیشین است. مشکل است گفتن که با وجود چنین وضعیت توتنهام این مورد از چاه ناکامی برآمده میتواند یا نه. اگر به مسئله دیگری رفتنی بازیگر صاحب نام از تاپ دسته سخنرانی ادامه دهیم، از بارسلونا این تابستان با احتمالیت زیاد روبرت لواندوفسکی می رود. آمار حاضره روبرت در بارسا 184 بازی، 117 گل و 23 پرتافتی گلی است. برای بارسا اگر که بزرگسالی این پولچگی مشکلات سرراهی گردید، او میتواند در چمپیونات دیگری مقتدر جای کار پیدا کند. الکی گفته می شود که نسبت پولشگی 37 ساله باشگاه یوونتوس سخت دقت کرده است. تورینی ها چون تیم های دیگر عضو سری آ نسبت بازیگری سابقه داری صاحب نام دقتی جدی داده، بازی علی صفت مودریچ در صف میلان آنها را تلقین می کند که هرچی تیزتر تابستان سالی روان روبرت را به تورین بیارند. یوونتوس حتی برای تماشا و سنجش بازی پولچگی نمایندگان را و بازی منتخب پولچه هم فرستاد. ولی از جانب دیگر مخلصان فوتبالی از آن نگرانند که چرا اسکاوت ها به سنجش بازی یکی از بهترین حمله‌وران دنیا می روند، زیرا او نیاز به چنین سنجش ها هم ندارد. این البته که طرفی کاملا دیگری مسئله بوده. مهم آن است که اگر لواندوفسکی تابستان پیشنهاد یووه را قبول می کند یا نه. گپسری فوتبال ایتالیا که رفت این مسئله را با جنگ و جنجال ها در ناپولی دوام میدهیم. آنجا یک باره راملو لوکاکو دیوانه شده بدون اجازه ناپولی از صف منتخب بلژیا بیرون شد و به دسته بر نمیگردد. هرچند که ناپولی برای چنین اجازه را نداده است، ولی در حلایدگی به تمرین ها شروع کرده است. تیم ناپولیتانی نیتی برآوردن حمله‌ور تنومند بلژیوی از صف خویش را دارد، اگر که او البته به نزدیکی به دسته برنگردد. لوکاکو اصلا ماه آگوست سال 24 بر عوض بیش از 30 میلیون یورو از چلسی به ناپولی گزارش انجام داده در مسیری برآمدی خویش در صف قهرمانان فعلی ایتالیا در 45 بازی آمار 15 گل و 11 پرتافتی گلی دارد. خلاص فکر میکنم بعد فرصت‌های سرگردانی اجاروی اگر این مورد ناپولی هم لوکاکو را از صف خویش بیرون نماید، پس بلژیوی پهلوان صورت را دیگر در یگان دسته معروفی تا 5 چمپیونات اروپایی یافتن نهایت مشکل می شود. در اسپانیا باشد گپ و کار در بازار تماما دیگر است. حمله‌ور گران ارزش اتلتیکو مادرید از ارژانتینا خولیان آلوارز اگر یادتان باشد این موسم 14 بازی عموما گل زدن نمیتوانست و تا بارسا هم یک زمان از نیت خریداری این حمله‌ور دست کشید، ولی در ادامه دیگر آلوارز دوباره به گلزنی پرداخت و دل هموطنش سیمیون نیز نسبتش گرم شدن گرفت. اگر با آمار آلوارز این موسم نگریم، او در 29 بازی 8 گل و
4 پرتافتی گلی دارد و در آخر موسم جاری امکان دارد با اتلتیکو در جام شاهیگری اسپانیا هم بهترین دسته شود، زیرا چند پیش از دسته او بارسا را سرکوب و خونشار نموده بود. اکنون در پس منظری دقت‌های زیادی بر دسته ها نسبت این حمله‌ور اتلتیکو نه تنها او را عموما نفروخته نیست، بلکه بازیگر با لقب تورتنک از کلچین را گرانمزدترین بازیگری دسته می‌خواهد نماید. معاش ارژنتینی 26 ساله طبق شرطنامه نو از 7 میلیون یورو سالانه تا 9 جمعی 1 میلیون یورو بلند می شود. با همین مسئله عاید فروشش به تیم‌های چون بارسا و آرسنال دیگر باره بسته شد. خود الوارز باشد درآمد گپ حتی گپ و سخن عاید شرطنامه نو را سر نکرده از حیات در پایتخت اسپانیا لذت میبرد. این هم در حالی است که مربی و هموطنش دیگو سیمیونه باشد بعد گرفتن معاشی سالانه‌اش در حجم 26 میلیون یورو در دنیا هر کجای فورد رفته دم گرفتن میگیرد. این بود پایان برنامه ترانسفر در عمل. تنسیت و پولدار باشید.